یکی از اینهای بسیار جذاب نوروزی پختن سمنو است. در میان مردم فارسی زبان این واژه به گونه‌های مختلفی سومالک، سمنک، سمنو، سومن، سبونک، سمنی تلفظ می شود. روایت نیز معمول است که گویا واژه سومالک از سی ملک یعنی سی ملائکه گرفته شده باشد. سومنک را در آستانه جشن نوروز و گاه پس از آن نیز میپزند. این طعام از شیره گندم آماده می شود. سومنک طعام نوروزی است و از قدیم همچون غذا برای شفایابی بیماری های انسان استفاده برده می شود. 2 هفته قبل از جشن نوروز شخصی که سومنک آماده می کند در خانه خود با گندم سبزه را سبز می کند و جریان سومنک پزی یک شبانه روز دوام می کند. سومنک زیب بهار است. سومنک زنجیردار است. سومنک شیردار است. عید نوروزی مبارک. ساکن شهر پنجکین رقیه رجب و که سالهای طولانی با سومنک پزی مشغول است طرز آماده نمودن این طعام باستانی را پیشکش شما می نماید. شما کدام نوع گندم استفاده میبرید؟ گندم از همه واسفت شد. برای یک خلطه ارده سومنک کردن 10 کیلو گندم سرخ در کار. ما از 10 کیلو گندم سرخ بخرم 50 کیلو ارده. گندم دو نوع دارد، هم سرخ و هم سفید. برای سومنک شیرین شدنش گندم سرخ لازم. من از بازار گندم خریده آوردم. اکنون از غلبل میگرزانم و میشویم بعد برای اینکه میده هاش ریز. گندم را 6 تا تازه کرده باز آبش رو به حضور تازه کرده میریزیم. بعد آبش رو دوانده با 2 روز آب تر کرده میمونم. بعد 2 روز با گرفته خلطه آب بغ میکنم تا نش کشیده نشه. بعد هموار میکنم تا گندم آبش تازه شده نه. گندمی که در تغاره گرفته ماندیم 2 روز آب میسته. بعد 2 روز از آب میگیرم. هر سحر روزی 3 مراتب آب میزنم. سحر میزنم، عبید میزنم، بیگانه میزنم. در مدت چند روز گندم میسبزد؟ در مدت 10 روز میسبزم. بعد 10 روز یختم سبزه که دمید بعد تیار میشه 10 روز بعد. همیخته این زیادش نمیشود. همیختش به سومنک بندد. اگر یکی بلند شود چی سبزش؟ تخیر میشه. سبزه که تیار شد پاره کرده با اسباب مخصوص میگذاریم. اما میبینیم که سبزه شما آماده است. شما چی کار میکنید اول؟ حاضر من این سبزی آماده شده درونش با آب ریخته آلدرش کرده از مرله میگرزانم. وقتی که شما آب میاندازید گندم با آب آمیخته میشود. بعدا چی کار میکنید؟ بعدا میپلوید این با کرخملش درونش باید میستد. بعدی که تکشین شد بعد با بالای دیگه میپلوید. اینه برای یک جایی که آمیخته کردن گندم آب قطعی از محله میگذرانیم شاید آبش میگیری. ما یک بار آبش آمیخته کرده گفتیم از محله گذرانده. دویم بارش با آمیخته کرده از محله میگذرانی. دویم بارش برای چی؟ برای اینکه شرطش دویم بار از گندم پورا آمیخته میکنیم. شرطش برای برآمدن گندم آبش حلش کرده گفتن میگیریم. آمیخته کرده 2 بار گفتن در کار.
ما 3 بار آب گردش کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه به میاندازیم. نکو ارد میاندازیم از 10 کیلو گندم با 50 کیلو آمیخته میکنیم. بازی ما با دیگ ارد بیختوسیم. اگر 10 کیلو به زیاد کنیم دیگه شیرین نمیشه. برای شیرینش 10 کیلو آرد رو به آمیخته میکنیم. بعدی بالیدنی با آب آمیخته میکنیم. آرد با آب آمیخته کردن به حاضرتر اینا سیخ کردن در کار تا وقتی علوبه گراندن غصب شود آبی خودش با میاندازی. برای سیخ شدنش با آب کشه میکنیم. ما آرد با آب آمیخته کرد تیار کردیم. اکنون علوب را میگرانیم. ما علوبه گراندیم. علوب پست با معیار پست اینا جوش برآورند در کار. علوب بلند نمیشد. خاله جان ما در نزد شما سنگچه و چهارمغز را میبینیم. اون برای چی لازم است؟ سنگچه را برای تگ دیگ نگرفتن میاندازیم. سمنک نو حلاوت جان می آید از تو بوی بهاران. شبها نشسته خرسند و خوشبال مادرم تو را می پزد هر سال. سمنک این دولین به دورو بوده است. برای اینکه دولین دورو خورند که دولینشون نمیبرارد. هر یک شخص سر دیگ سمنک می نشیند و آرزوهای نیک خودش را میکند. با دستای آراسته، آزاده، لباسهای خوش زیبا قدی ششته سمنک کافته نیت میکند که نیتم بر رسم گفته. خوشبختی دنیا تینجی امانی زمان را میخواهد. فرزنداشون به خوشبختی میطلبند. از بیوی کلانا ما این کسب ماندگی سمنک پزی از قدیم. سمنک ما در مدت 12 ساعت باید که تیار شود. 2.5 ساعت دیگه به تیار می شدیم. چون انانه زنان و دختران سرودخوانی، رقص و بازی ها و هزل و شوخی ها می کنند در گرد دیگ سمنک. هنگام کافتن دیگ ترانه سمنک در دیگ ما کفچه زنیم را می سرایند. سمنک در جشن ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جشن ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک بوی بهاری، سمنک راحتی جانی، برای کاری دهقانی. عیدی نوروزی مبارک، عیدی فیروزی مبارک. سمنک در جشن ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جشن ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. از قرطاق آمده سینه به داغ آمده، از قرطاق آمده سینه به داغ آمده. سینه به داغ چی باشد یار سراغ آمده، سینه به داغ چی باشد یار سراغ آمده. رفته برای ایستار دیدم دختراش بسیار، رفته برای ایستار دیدم دختراش بسیار. یک رش به ما طلب کن،
پیش از دمیدن صبح آتش دیگ را خاموش کرده بالایش را با لطه تازه یا سرپوش میپوشانیدند. از صبح صادق همین که زنان جمع آمدند دستی من دستی عزیزان گویان سرپوش دیگ را میبرداشتند و مادران دست به دعا میبردارند. خداوند به کشت و کار مرد دهقان برکت دهد و وطن ما آباد و آسایشته باشد.